سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز مریض بودم و 70-80% سلامتیمو تازه امروز به دست آوردم. یه مریضی عجیب غریب گرفته بودم و یه ذره حالتهای کرونا رو داشتم، اما الان بهترم و تصمیم گرفتم با همین وضعیت نصف نیمه ویدیو جدید رو براتون بسازم. اما موضوع ویدیو امروز جواب دادن به سوالای شما. سوال اول: شغل املاک در رابطه با فصل پاییز و زمستون. خب ببین، یه نکته جالبی که وجود داره در فصل پاییز و زمستون، درست وقتی که بازار رهن و اجاره تموم میشه و همه دیگه خونه‌ای که میخواستن رو اجاره کردن، اینجا قدیمی ها میان چی میگن؟ میگن بازار رفت تو رکود، ولی اصلا اینجوری نیست. میخوام بهتون یاد بدم تا بتونید بالاترین درآمدهای خودتون رو تو همین ماه پاییز و زمستون داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه تمام سازنده ها خریدهای زمینشون رو قبل از عید انجام میدن. یعنی درست همین فصل پاییز و زمستونی که همه میگن بازار ندارن. شما باید چیکار بکنید به نظرتون تو پاییز و زمستون؟ باید به جای اینکه بیاین مثل قدیم آپارتمان اجاره بدید یا خونه ویلایی اجاره بدید یا نمیدونم از اینجور قراردادا بزنید یه خونه یه خوابه بفروشید، 3 بدون آسانسور بفروشید، اوکی، تو این بازار خواب سرمایه شما بیشتره. یعنی ممکنه هر ماه قرارداد نداشته باشید ولی میانگین 6 ماه درآمدیتون رو بگیرید، ببینید از فصل رونقی که همه مغازه بغلیاتون هم دارن پول در میارن درآمدتون بالاتر بره. چجوری؟ ما یه سری مشتری های دائم داریم به اسم سازنده ها و دلال ها. برای اینها تو همه بازارها میتونید معامله بکنید. حالا اینکه چجوری میتونید معامله بکنید و بعداً یه ویدیو میسازم و بهتون میگم. سوال بعدی: چند تا تکنیک برای متقاعدسازی مشتری و مالک بگید. خب سوالت خیلی کلیه، ولی چند تا تکنیک باید بهم بگی. اول راجع به چی میخوای؟ راجع به بازدید، راجع به اتاق جلسه، راجع به قیمت، راجع به چه چیزی؟ ولی اکثرا ویدیوهایی داریم که راجع به متقاعدسازی و روش ها و آموزش ها و تکنیک ها، این کلمه ها رو سرچ بکنی تو کانال یه سری ویدیو در کار راجبشون میاد. ولی باز اگر جوابتو نگرفتی دوباره زیر همین ویدیو کامنت بذار، موضوعی که میخوای دقیقاً بهم بگو، براش ویدیو میسازم. و شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید، اگر سوالتون تو این ویدیو ساخته نشده یا تو اصلا قسمت‌های قبلی برام کامنت نذاشته بودید، اینجا هر سوالی دارید و کامنت بذارید بهش جواب میدم. سوال بعدی: آینده شغل املاک. ببینید، املاک یک شغل کاملا بیسیکه و برید از تمام استادهایی که راجع به املاک نظر میدن و آموزش میدن سوال بکنید. نه تنها من، بهتون میگن این شغل رو شما قرار نیست برای همیشه انجام بدید. این شغل صرفا یک شغل هستش که شما بدون آورده سرمایه اولیه ازش یه درآمد بالایی پیدا میکنید. بعد با اون درآمد بالاتون میرید راههای پول در آوردن انجام میدید. ببینید، بذارید رک با هم صحبت بکنیم. اول آخر تمام میلیاردرهای دنیا با استفاده از پولشون دارن پول در میارن. یعنی با استفاده از پولشون سرمایه گذاری ها یا کسب و کارهایی رو انداختن، با اون پوله دارن پول بیشتری در میارن. پس امکان نداره شما بدون سرمایه اولیه بتونید مثلا $1,000,000 پول در بیارید. پس اینو در نظر داشته باشید که با این شغل صرفاً پا بگیرید، قوی بشید و با پولی که به دست میارید حالا یه کاری بکنید که پیشنهاد اولیش برای املاکی‌ها خرید واحد کوچیک و بازسازی کردن و فروختنشه. چون شغلیه که توش قیمت‌ها رو میدونید بالا پایینشو و میتونید راحت یه خونه زیر قیمت رو بخرید و بدونید چجوری بازسازیش کنید و چجوری بفروشیدش. حالا اگر این مد نظرتون نیست، تو کارهای دیگه هم میتونید پیاده بکنید. سوال بعدی:
در رابطه با پاسخ به این سوال، تو این جور خونه ها ببین شما نمیتونی اونو بیای به مثلا آدم 60 ساله بفروشی دیگه، 4 بدون آسانسور بره بالا دیگه پایین نمیتونه بیاد. یا به جوونا میفروشی، معمولا مجردا، صرفا یه خونه مجردی میخواد بخره و داشته باشه. یا نه من چجوری فروختم طبقه 3 و 4 بدون آسانسور رو، صرفا قیمت. تو بازار سرمایه گذاری که همه دنبال اینن صرفا مثلا پول رو از بورس درارن و از دلار یه خونه ای بخرن، من یه خونه 80-90 متری طبقه 4 بدون آسانسور رو سال 90 فروختم 300-400 میلیون. خب اون خونه رو الان تو این تورمات فکر کنم 2 میلیارد هم بفروشه. اینه داستان. صرفا معمولا اینجور مشتریای تبدیل وجهن و اون نقدینگی که دارن و دارن تبدیل میکنن. زیاد سخت نگیرید، مشتریش خودش پیدا میشه. ولی خب اینجوری نباید باشه که اولویتتون روی خونه 3 و 4 بدون آسانسور باشه. فرض کن یه سفره پهنه توش همه نوع غذا هست، بوقلمون هست، استیک هست، پاستا هست، نیمرو هست، نون پنیرم هست. تو چرا نون خشک رو انتخاب کردی از اون سفره؟ خب چرا 4 بدون آسانسور کار میکنی؟ برو خونه دیگه کار کن. منطقی تر 2 بدون آسانسور کار کن. سوال بعدی که میبینید، براش ویدیو ساختم، به چند روش انجام میشه، ولی اون ویدیو در رابطه با پیدا کردن فایل برای آپارتمان و مصرف کننده است. به زودی براتون یه ویدیو میسازم در رابطه با پیدا کردن فایل تهاتر، زمین و دسته‌های بالاتر. سوال بعدی، اینجور افراد به نتیجه نمیرسن. دیدم یه کاری بود، یه اجاره آپارتمانی بود، یه بنده خدای حضوری اومد و خیلی هم نزدیکمون بود، گفت این خونه‌مو اجاره میدی؟ خونه‌ش هم واقعا خونه خیلی معمولی بود. گفتم که خونه تخلیه شده. گفت آره. گفتم باشه کیلدشو بذار اینجا. کیلدشو دادم به کافینت فلانی، اون داره روش کار میکنه. بعد گفتم که 4 میلیون دستمزد میگیرم. خیلی نزدیک بود و سریع یه عدد پایینی بهش گفتم که براش بصرفه. گفت اون به من گفته 1,500,000. خب ببین اینه جریان. اینا نه سررشته دارن، نه تجربه دارن، نه تعرفه میدونن. اصلا زیاد براتون مهم نباشه اینجور افراد خنده دارن، یه شوخی بزرگن. کسی که شغلش این صنف نیست ولی این صنف رو داره انجام میده هیچ کار است. من بهت میگم هیچ کار است. اصلا رقیبت هم نمیتونه حتی حساب بشه. سوال بعدی، کرج و محله هاش. منطقه 1 عظیمیه، سوپر لوکس، خیلی قشنگ میسازن، خیلی با کیفیت، چندین سال توش کار کردم. ولی یه ایراد بزرگ ازش میگیرم، شیب خیلی زیاد تو سطح کوچه ها که همون دوباره حسن نیت رو بهش میده و ویو رو داره. و دومی ایرادی که میگیرم به شدت کرجی نشین اصیل نداره. اکثرا مهاجران از شهرهای دیگه اومدن. اصلا یه دنیاییه برای خودش. یعنی تو ممکنه تو ساختمانی که میخری همسایه‌هات هر کدوم یه شهر باشن. حالا شهرها رو نگفتم که به شهری بر نخوره، ولی خب این یه چیزیه که ممکنه پیش بیاد. جهان شهر، وسط شهری، همونقدر که دسترسی خوب داری همونقدر ترافیک داری، ولی همه جاش سطح اکسیژن بسیار بالایی داری و همش هم به خاطر باغ فاتحه. و یه نکته‌ای که هستش، اکثر مشتریامون آدمای سنبالا هستن و کسی که معمولا تو جهان شهر خونه میخره خیلی سخت‌تر محله عوض میکنه. معمولا تو همون منطقه نهایت جابجا یا میشه یا اصلا همون خونه‌ای که هست و دوست داره، چون کیفیت ساخت خیلی بالا. مهر شهر
یه محله خیلی سوپر لاکچری، دسترسی نسبتاً خوب به اتوبان، در رابطه با جهانشهر و مهرشهر این موضوع صدق میکنه. اکثرا کرجی اصیل توش داره و کرجی ها اکثرا تو این دوتا محل زندگی میکنن. یکی از نکات جالبش اینه توی فاز 1 و 2 و 3 اجازه ساخت بالای 3 طبقه رو نمیدن مگه اینکه قواره همجوار پارک باشین و به سختی طبقه 4 رو بهتون بدن. اکثر خونه ها 3 طبقه، کاربریاش مجهز باغ شهریه و 35% تراکم ساخت داره و فضای زیادی ازش فضای سبزه. خونه های سوپر لوکس، اکثر خونه ها استخر و سونا جکوزی و لابی های مجلل رو دارن. به نظر من بهترین محل کرج برای اینکه شما تو اون محل خونه بخرید و بچه‌تون تو اون محل بزرگ بشه با سطح فرهنگ بسیار بالای مهرشهر. و در رابطه با گوهردشت و مهرویلا و گلشهر و غیره و غیره، اینا نمیتونن توی این 3 تا محلی که بهتون گفتم رقابت بکنن، گرچه گوهردشت فوق‌العاده مارکت رقابتی داره و میشه گفت 90% خیابوناش ساخته شده. یکی از دلایلی که هیچ وقت راجع به گوهردشت نظر نمیدم، یه چند وقتی که اونجا کار کردم به این نتیجه رسیدم شاید تو هر کوچه 10% ویلای باقی مونده و اکثرا ساخته شده. کلا هم 13 تا کوچه داره. خب توی اون 13 تا خیابونی که فاز 1 و 2 و 3 و حالا بلوک 1 و 2 و 3 هم داره، چند تا فایل مگه هست؟ و چون عمده درآمد ما روی زمین و مشارکت و غیره و غیره، اونجا فقط میتونی آپارتمان فروشی بکنی. ولی همانا اگر اونجا ویلایی داشته باشی یه هفته معامله میکنی چون عرضه کمه. سوال بعدی، در رابطه با کسایی که عکس نمیدن و میگن میفرستیم، اگر خب یه فایل اجاره چیزی باشه، تعداد عکساش اگه زیاد باشه اوکیه، اگه عکساش بد باشه باید برید عکس بگیرید. در رابطه با کارشناسی صرفا نباید داخل ملکو، یعنی همین که آدرس ملکو بلد باشید اوکیه، ولی فایل فروش رو اینجوری کار نکنید، حتما برید داخلش رو ببینید. دلیل در رابطه با اجاره زیاد مهم نیست. سوال بعدی که سوال نیست، گفتن یه کلیپ در رابطه با تئاتر بساز، حتما جزو برنامه هست، همین روزا میسازم. اول از همه این که باتری دوربین تموم شد و زدم به شارژ و الان دارم میرم بیرون، واسه همین لباسم عوض شد. فقط گفتم سریع این ویدیو رو جمع جور بکنم براتون و به اتمام برسه، نصف نمونه. سوال بعدی، پرسیده بودین برای شروع حتما باید از اجاره شروع کنیم یا میشه با فروش. من خودم با فروش شروع کردم، اولین قراردادم فروش بود، یا آپارتمان 75 متری 2 خوابه طبقه 1 یا 2 بدون آسانسور فروختم. ولی برای سرعت بیشتر بهتره از اجاره شروع بکنید تا همون چند هفته اول بتونید پول در بیارید. ولی خب منم 3 هفته این طورا طول کشید همون فروش اولام بزنم، فرق خاصی نداره، فروش کوچیک باشه اوکیه. و اما سوال جنجالیمون، سوال آخر، بیشترین کمیسیونی که گرفتم، 2 تا کمیسیون بالا گرفتم، هر دوتاش خیلی نزدیک به همه، حالا عدداشو نمیگم ولی یه جوری میگم که خودتون متوجه بشید. یک قرارداد مشارکت در ساخت 600 متری اگر اشتباه نکنم نوشتیم که عدد بالایی دریافت کردم. یا آپارتمان 300 متری 4 خواب نو سازم فروختم، هر دوتاش کمیسیوناش تقریبا تو یه رنج قیمتی بوده. اگه از این ویدیو هم خوشت اومد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. چاکریم.